هیچ کاری انسان، هیچ قدم انسان، هیچ سخن انسان به نتیجه نیست. برادران اسلام، سخنی که میگوید هر روز با فرزندت، با برادرت، با همسرت، با دوستت، با رفیقت، با هر کس، همین سخنت رو دانشمندان اسلام میگویند که این فرزندانت است، همین سخنانت فرزندت است. اگر نیک گفتید این فرزندانی نیک همیشه با شما هست، بالای چشم دیده شما رو میبرگارند. حالا هر چقدر پیر شدید، چقدر فرزندی نیک داشته باشید، چقدر آرام و آسوده و قوی و خاطرجمع زندگی میکنید، وقتی چندین هزارها میلیون ها فرزندی نیک دارید، فرزندانی که بالای چشم دیده شما رو میبردارد. این سخن وقتی که هر سخنی رو گفتید این نوشته میشود در اعمال نامه. نیک باشد این خیر و برکت براتون هست، خدا نشان ندهد بد باشد این فرزندی انمان نالایق نابوده که همیشه از گلویت میگیرد اون است. باید مسلمان احتیاطکار باشد. حالا بسیاری، بعضی ها، نه بسیاری ها، نه بعضی ها، حالا غیبت رو عادت کردگی هستن، غیبت میگوین فکر نمیکنن که این همه غیبت تمام عملهای نیکش رو برباد میدهد. اون کسی رو که غیبت میکند همه این عملهای نیک و اجر و پاداش نیکی ها و خیر برکتش به اون انسان میرود. دانشمند اسلامی رو گفتن که شما شنیدم که شما من رو غیبت کردید. و من شما رو غیبت کردم؟ چرا من شما رو غیبت کنم؟ اگر من غیبت کنم پدر و مادرم رو غیبت میکنم، چرا که پدر و مادرم سزاوارتر به نیکی های من هستند که باید نیکی های من به پدر و مادرم بگذرد، نه به شخصی دیگر، نه به شما. متاسفانه حالا سخنچینی، غیبت، دروغ، این همه رفتار و کردار و گفتاری هست که اعمالنامه انسان رو از نیکی پاک میکند، نیست میکند، اعمالنامه بر هم میخورد، همه بدی ها میماند و نیکی ها همه میرود. برای همین باید که مسلمان همیشه فکر کند که چی میگویم، کی میگویم، چرا میگویم، اگر میگویم چی فایده دارد، اگر میگویم نیک میگویم یا بد میگویم. همین باید مسلمان خیلی سنجیده و فهمیده و تحلیل و تشخیص و دوراندیشی و خیرخواهی داشته باشد. خیرخواهی همه، خیرخواهی یعنی امت اسلامی، خیرخواهی تمام انسانیت و بشریت. حالا ببینید پیامبران همه از آدم علیه السلام تا خاتم حضرت محمد علیه السلام همه چی مقصد داشتن؟ با کدام مقصد کار میکردن؟ با کدام مقصد زندگی کردن؟ خیرخواه بشریت و انسانیت بودن، عزت و برکت و سعادت انسانیت و بشریت رو در دنیا و آخرت میخواستن. مدامی که ما خود را مسلمان میگوییم باید چنین باشیم.